میگن این روزا سنگ پای قزوین دچار افسردگی حاد شده و کلاً تو فاز شرمندگیه. علتش هم وجود کارگزاره 6x4 نظامه که هر بار برگ جدیدی در زمینه پرروگری و وقاحت رو میکنن. از یه طرف خودشون با دزدی و بخور شهرهای ایران رو در برابر بلاهای طبیعی بی‌دفاع کردن، بعد از اون طرف تا سیل میاد حق به جانب میشن و مثل این یارو شمخانی با این ادا اطوارا میرن تو فاز شواف و مسخره بازی. بعد هم تازه 2 قرت و نیمشون باقیه. مدعی میشن به جای اینکه با این قیمت ارز و مشکلات ویزا برید ایتالیا و ونیز، حالا ایتالیا و ونیز رو از نزدیک ببینید. نظام ولایت ونیز رو به صورت تالاپی آورده تو خونه های مردم. در همین رابطه احتمالا مدیر راهسازی نظام هم در راستای طرح شبیه سازی اعلام میکنه که میخواستید تا کنیا برید و کیفیت جاده‌های اونجا رو ببینید. بفرمایید، ما جاده‌های کنیا رو آوردیم به ایران. لابد یه مدیر خودروسازی هم تو نظام میگه آهای ملت، کجا پا میشید میرید شتر ببینید؟ ما خودرو براتون میسازیم که شتر پیشش فول آپشنه. شتر ترمز داره اما ماشین‌های نظام نداره. از اون طرف یکی از مدیران اقتصادی نظام هم میگه برای درک شرایط اقتصادی در هایتی و کمر ما شبیه سازی همین قضیه رو انجام دادیم تا مردم با مشکلات کشورهای دیگه آشنا بشن. یک کارشناس تغذیه هم به ناگهان سر و کله‌اش در تیویریش پیدا میشه و میگه شاید براتون جالب باشه که بدونید مرتضای هندی چطور با یه لیوان آب 1 هفته زندگی میکنن. ما در همین راستا قیمت‌ها رو روز به روز بالاتر میبریم. خلاصه این که وقاحت ولایت حد و مرزی نداره. جوابشون ولی فقط همون شعار همیشگی مردم.